دوستان عزیز قرار داریم در صفحه در باز هم و همصحبت من هستند ستاره عبدالرحمن. سلام علیکم. و علیکم السلام. شما سردی های زمستون چگونه است؟ بسیار سرد است. خب من تا جای معلومات دارم شما گفتید که چرا در دوشنبه برف نمیبارد و بالاخره سیر شده از برف. عالی نه. عالی نه. خب فکر و عقیدهتون نسبت همین چهاربینی که امروز گذشت چگونه بود؟ بسیار عالی. بسیار عالی، بسیار خوب. تشکر به همون ارگانیزاتورها، تشکیل کننده هایی که ما رو به همینجا دعوت میکنن. همین جای خوشروی، جای بسیار زیبا رو میبینیم، استراحت میکنیم. تشکر برای همه شما. خب گرچند که میگویند که خب آدمی زود نه با گرمی طاقت دارد نه با سردی، ولی فصلی دوست داشته شما کدام فصل است؟ همه فصل رو دوست دارم، لیکن زمستان زیادتر. برای همین خیلی تبسمی خوب میکنید، زیبا میکنید، از اون لحاظی که فصلی دوست داشته شما است در صفحه در قرار دارید و همه برف پوش هستند. بله. 2020 چی رو انتظار شایم از شما؟ کلیپ های نو، سرود های نو، باز میبینیم ممکن کنسرت. تشکر زیاد. چی گفتنی دارید برای خب بیننده های سروش میدیا؟ اولا میخوام به همه شما سال نو مبارک باشد گویم. تمام خوشی های زندگی رو برای همه شما تمنا دارم. زنده باشید، سربلند و آباد باشید. بینندگان گرامی بار دیگر میگم که هم صحبت من بودن ستاره عبدالرحمن و سلامت باشید.